درود بر همه شما دوستان عزیز گرانقدر، به خصوص هموطنان عزیزم. امیدوارم در هر جایی که هستید شاد و پیروز و موفق باشید. من یک پیشنهاد خیلی ساده دارم به جناب رئیس جمهور احمدزی. شاید در قدم اول شما هم جوک برداشت کنید، ولی در وضعیت کنونی افغانستان خیلی هم مفیده. پیشنهاد من به شما جناب آقای رئیس جمهور افغانستان این است: بیایید در 5 سال آینده پارلمان افغانستان را تعطیل بکنید و حقوق نمایندگان را با خرید مادگه و شیردهی اختصاص بدید. 250 نماینده داریم که حقوق ماهانه هر کدام پیش از 200,000 افغانی می باشد. نرخ هر گو شیردهی معمولی 20,000 افغانی می باشد. یعنی با حقوق ماهانه یک وکیل می توان 10 تا گو شیردهی خرید. یعنی در یک ماه 2500 مادگه شیردهی که در سال این عدد به 30,000 تا گو می رسد. با تولید 10 لیتر شیر از هر گو روزانه در سال 109 میلیون و 500 هزار لیتر شیر می رسد که این عدد در 5 سال آینده می شود 150,000 تا مادگه شیری با تولید 16 بیلیون و 425 میلیارد لیتر شیر در سال، در 5 سال. جناب آقای احمدزی خوب گوش بکنید. حراج هم اگر بکنید لیتر یک افغانی در 5 سال آینده 16 بیلیون و 425 میلیارد افغانی عاید کشور می شود که با این مقدار پول می توان افغانستان را با بهشتی از کره زمین مبدل کرد. حالا از این گواه اگر خوب محافظت بشه و جمع بشن شاید شیر بیشتری هم بدن که برابر است با کل تولید شیر دانمارک و کشور هلند که کشورهایشان را با این مقدار تولید شیر اداره می کنند. برای تامین علوفه گوها می توان از هزینه تغذیه و سفرهای نمایندگان استفاده کرد که خیلی هم اضافه هم می آید و پیش از 1 میلیون شغل هم برای نسل جوان ایجاد میشه که از دست همین نمایندگان بی‌کفایت به وجود آمده. من دوست دارم که شما دوستان عزیز این ویدیو را گوش کنین با دقت و شیر کنین تا که به دست رئیس جمهور برسه. من دوست ندارم که معروف بشم و این یک حقیقت انکارناپذیره. من منتظر پیشنهادات و انتقادات تک تک شما عزیزان هستم. تا درود دیگر، بدرود.